نتودانی و نمند. خیام انسان و انسان نه شیرخوان است نه شیردان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران اهل اسلام، الحمدلله میگوییم که باز هم رسیدیم به برنامه نوی خوشه از گوشه. امیدوارم که این برنامه جالبتر می شود، به خاطری که مصرع ها را از عمر خیام با درخواست برادرها که در زیر کامنتر نوشته بودند انشاءالله تحلیل و ترجمه میکنیم. البته پیش از همه سخن را به برادرم محمد اقبال رشدی میدهیم که یک چند گفتنی داشته باشد. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، سلام و درود خویش را به شما و در حضور شما به بینندگان برنامه خوشه از گوشه میرسانم و زیاد گفتنی نیستم، تنهایی که خداوند سعادت دنیا و آخرت را براشون نصیب سازد. سلامت باشند. مصرع ها چنین میباشند که اسرار ازل را نتودانی و نمند، زین حرفی معما نتوخوانی و نمند. پس از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفته نتومانی و نمند. تحلیلش را از زبان شیرین شما میشنویم. البته طوری که در پایان نوارها میبینیم شعرهایی را که مینویسند، شعرهایی هستند که اینا چندان هم دشوارفهم نیستند، مرکب نیستند، ولی معما در چیزی دیگر است. در این است که جوانای شب و روز رو آوردن به فضای مجازی، به اینترنت و به این تلفن ها و از کتاب خانی که عقب ماندن، به این خاطر شعر درست درک نمیکنند. پیشتر هم شعرخوان و هم شعردان بود، حاضر نه شعرخوان است نه شعردان. یکچند شعرخوان هم که هست ولی شعردان دیگه نیست متاسفانه. به این خاطر شعر حضرت خیام و حضرت حافظ و بیدل و دیگر شعرهای پیشین براشون مثل یک معما است. در اصل اگر که ما با شما شعرخوان باشیم و شعردان باشیم، یگان معمای در این شعرها نیست که اسرار ازل را نتودانی بونم، این حرف معما نتوخوانی بونم. من منظور شاعر در اینجا البته آیه کریمه سوره مبارکه حشر که خداوند در سوره مبارکه حشر چی میفرماید در آیه 22 که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الله الذی لا اله الا هو، او است آن معبودی که جز او معبود دیگری نیست، عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، داننده غیب و آشکار همان خداوند بخشنده و بخشایشگر است. یعنی منظور شاعر در اینجا بین انسان و خدا نه و بین انسان و انسان میباشد. بله. خیام به من و شما میگوید که اسرار ازل را نتودانی و نمند. انسان عاجز است در دانستن اسرار ازل یا در خواندن حرف معما. چی است انسان عاجز است؟ یعنی در اینجا بله خیام در نظر داره خودش و ما و شما و طوری که در دوام شعر چی میگوید؟ یعنی هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتت نتوانی و نمند. واقعا اینجا عظمت و مهربانی خداوند مهربان است که هست از پس پرده گفتگوی من و تو. چگونه پرده میباشد؟ بله، یعنی پرده در بین ما و شما نهاده است که شما از حقیقت باطنی من چی است بخبر است، غافل است و نمیدونه که در فکر و اندیشه و در ذهن باطنی قاری چی چیز میرود. اگر که آگاه شوید شاید اولین کسی که من ترک میکنه شما باشید و اگر که من از حقیقت باطنی شما آگاه باشم شاید که اولین کسی که شما را ترک میکنه من هستم. حالا آنکه من و شما در زندگی به یکدیگر چی هستیم؟ دو شخص نزدیک هستیم، ولی علاوه بر این یک طرف حتی اگر که همون پرده از بین انسان ها پرداشته شود، یعنی پدر فرزند خودشه و مادر دختری خودشه، انسان به کلی یعنی ایش از اوش دست میکشه و همه در یک بیابان میشینن یا که در یک گوشه تنهایی. بله و مثل محشر روز قیامت. بله یعنی عیناً همون صحنه، یعنی که دیگر مردم به هم دیگر اعتقاد و اخلاص و شوق و علاقه و انس نمیگیرن، زیرا الکی دیگر میدونن که در داخل یک دیگر چی خبر است، چی فکرهای بد و چی اندیشه ها است در قلب شما، یا اینکه فکر شما چی بدی ها نسبت من رفته ایستاده است یا اینکه برعکس. بله یعنی چون پرده برفتت نتوانی و نمند. واقعا که اگر الله مهربان او پرده که در بین انسان ها نهاده است، او پرده ستر نام دارد. او پرده ستر اگر از بین ما و شما برداره، که واقعا ما و شما میدونیم که خداوند ستار است، یعنی ستر میکنه و دوست میداره که ما هم عیب یک نفر دیگر را ستر بکنیم. یعنی به این خاطر است که اگر که الله مهربان همون پرده ستر از بین انسان ها برداره، طوری که پرده بردار گر ز روی کس بگیرد پرده را، کس نمیخواهد ببیند چهره شرمنده را. مصرع شما در خطا. ولی این دو مصرع از همون جمعی چی است مثلا اشعار ماست. یعنی به این طریق اگر الله مهربان به عظمت و بزرگی خویش این قدر به ما و شما لطف کرده است و اما اگر لطف ذات اقدس الهی نباشه و پرده را از میان برداره، واقعا یک حالت ننگ است برای ما.
مقصد خیام هم است. تشکر زیاد برادرم. برادران اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. انشاءالله که تو برنامه های آیند خداحافظی میکنیم و اون مصرع هایی که برای شما دشوار فهم است الحمدلله بار دیگه میگویم که در زیر کامنت نوشته کنید و چنین قدرت و توانایی ما برای شما تحلیل و ترجمه خواهیم کرد. در آخر محمد اقبال رشدی را سخن میدیم که نسبت رمضان، نسبت این ماه مبارک یک چند گفتنی داشته باشد. البته عین حال ما و شما قرار داریم در دهه دوم این ماه شریف رمضان که نام دارد به نام دهه مغفرت. خداوند گناهان و معصیت تمام بشریت را از جمله ملت فارس و تاجیک را عفو کند و خداوند مهربان سعادت دنیا و آخرت را به ما و شما نصیب سازد و ما و شما را و تمام بیننده های عزیز را باز تا یک سال دیگر به رمضان عزیز و به رمضان پر از اجر خدا شد. رسانید. آمین. خدایار و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله.